خبر تو خبر داره براتون از مذاکره‌ای که هنوز به جایی نرسیده و لقمه‌ای تو سفره ولی فقیه نگذاشته داره پیچ و مهره‌های نظام رو یواش یواش باز میکنه. If we could create an option in which Iran eliminated every single nut and bolt. اگر ما می توانستیم گزینه ایجاد کنیم که در آن ایران تک تک پیچ و مهره‌های برنامه هسته‌ایش را برچیند، این گزینه را در پیش می گرفتیم. تنها واکنش سید علی به این حرفا فرستادن این ماموت نمره موقت به صحنه بود که اینجوری یه مرگ بر آمریکای ماستکی از گلوی بسیجی‌ها بیرون بکشه. هنوز مرکب اون خوش نشده، شما برمی‌دارید اعلام می‌کنید که ما می‌خوایم حتی پیچ و مهره این دستگاه غنیسازی جمهوری اسلامی را جمع کنیم، از بین ببریم و ایران فراموش کند این کار را. کور خونده اید. اما سوزش بیشتر نظام مال وقتی بود که تو هیروویر مذاکرات آمپر تحریم ها دوباره 2 درجه بالا رفت، طوری که هر کنج نظام یه هاپی بلند شد. واکنش ها به اقدام امریکا در اعمال تحریم های جدید علیه ایران همچنان ادامه دارد. شما یه توافقی کردید، جرأت دارید این زیرش بزنید تا بهتون بگیم چیکارتون. اما از اونجایی که خودش هم خوب میدونه که دوره اینجور واق کردنهای بچه ترسون دیگه تموم شده، یه دنده عقب میگیره و نشون میده که همه حرفاش بلوف بوده. اما این مسئله انشالله حل میشه. اینطور نیست که اینا بتونن فکر کنن میتونن کلک بزنن به جمهوری اسلامی. کاملا زیر ذره بین دارین کارتون رو. مرحله بعدی باید درست عمل کنید. ما نیاز داریم در داخل کشور که همه گروه ها اختلافات جناحیمون رو کنار بگذاریم. من که الحمدلله متعلق به هیچ جناحی نبودم هیچ وقت، ولی هر کی جناحی هست اختلافات جناحیش کنار بگذاره، هممون دست به دست هم بدیم، از این فرصتی که ایجاد شده استفاده کنیم. فکر میکنم این توافق به نفع دنیاست. این بدبخت فکر میکنه با این ریش نیم بندش میتونه ماشین قراضه سید علی رو بار ماشین 5+1 بکنه. سید علی که هنوز تو عهد فتحعلی بوق سیر میکنه، در شرایطی که مثل خر تو گرداب مشکلات مملکت گیر کرده، یه بهونه جدید رو به عنوان ریشه مشکلات علم کرد. مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. یک جایی خواهیم رسید که دیگه قابل علاجی نیست. یعنی مسئله جمعیت از اون مسائلی نیستش که بگیم حالا 10 سال دیگه حالا به فکر میکنیم. نه، اگر چند سال بگذره دیگه قابل علاج نیست. وقتی نسل‌ها پیر شدن. حالا این هم یکی از آخوندهای ولایت مدار که مطابق فتوای مرجع تقلیدش عمل کرده. محدثه مهدیه کوثر ابوالفضل فاطمه. اینم عباس وافی 8 ماهه دهمین عضو این خانواده. ما هم مثل مردم تو جامعه داریم زندگی میکنیم، یعنی واقعا گرونی رو حس میکنیم، اما اعتقاد داریم اینها ارتباطی به تعداد فرزند نداره. معمولا تو خانواده هایی که جمعیت بیشتره رشد فکری بچه ها بیشتره. سریالی میذاشت تو تلویزیون به نام آقای گرفتار، برعکسه. یعنی الان این کسایی که 1-2 تا بچه دارن گرفتارن، بیان با هم مناظره کنیم. من ثابت میکنم سختی‌های اونا تو تربیت حتی تو خرجی هم بیشتر از ماست. الان اینا خود به خود کنترل بار اومدن. از اونجایی که بعد از زیاد شدن جمعیت
بلافاصله مشکل کمبود مسکن روی میز میاد، صنایع نظامی فکر اینجاش رو هم کرده و از الان دست به کار شده برای مسافرت به فضا. تصاویر پرتاب فرگام، دومین موجود زنده از سوی ایران به فضا. خبری غرورانگیز از پیشرفت‌های حیرت انگیز کشورمان در عرصه هوا و فضا. بعد از انشالله فرگام چند گام دیگه داریم که انشالله یک فضانورد ایرانی رو به فضا بفرستیم. فکر می‌کنم این حمایت ها اگه ادامه پیدا کنه در قدم بعدی ما در واقع یک محموله سنگین‌تر با قطر بیشتر، ارتفاع بیشتر و انشالله شاید یک موجود بزرگتر از میمون نژاد رزوس که پرتاب کردیم به فضا پرتاب میکنیم و مرتب یواش یواش آماده میشیم در چند گام. من فکر میکنم تا شاید 4 سال دیگه، 3 تا 4 سال دیگه من مطمئن هستم دانشمندان ما میتوانند انشالله نوید پرتاب زیرمداری یک فضانورد ایرانی رو به اطلاع شما برسونیم. به این ترتیب با پرتاب دومین میمون به فضا، شرایط برای پرتاب سومین میمون یعنی عنتری نژادم آماده شد، چون دیگه روی زمین حتی سگ‌ها هم از احمدی نژاد فراری هم. Sit. This is from Obama. This is from Stephen Harper. This is from Tony Blair. This is from Ahmadinejad. President Obama. یکی از نوندونی هایی که تو سالهای اخیر برای آخوندا راه انداختن باز کردن پای آخوندا به مدارسه که برای دانش آموزا نماز جماعت راه بندازن. حالا کیا حاضرن پشت این آخوندا نماز بخونن؟ اینکه روحانی تو مدرسه تشریف ببره نماز، در طول این 9 ماه یک بار مدیر مدرسه نیاد، یک بار معلم مدرسه نیاد، یک بار خود معاون پرورشی خودش متاسفانه حضور پیدا نکنه، این از 100 تا بی‌نمازی هم بدتره. معمای تکنولوژی به اسم ماهواره هم همچنان تو نظام یکی از اون دردهای بی‌درمونه که هر جور سراغش میرن از پسش بر نمیان. چگونه باید با پیامدهای ویرانگر این شبکه‌ها مقابله بکنیم؟ آیا باید فرهنگ سازی بکنیم؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه؟ آیا از نوع فرهنگ سازی که برای حجاب کردیم تو طول این 33 سال به طور واقعا این سوالات رو برای کی ما داریم طرح میکنیم؟ میدونم که کسانی که به حساب هدف این سوال هستن خودشون میدونن. ببخشید آقای دکتر میرنوس، کارکرد فعلی ماهواره چیه؟ ما چه استفاده ای از اون میکنیم؟ ما از این ابزاری که خودمون هم داریم ازش استفاده میکنیم چه استفاده ای رو داریم میکنیم؟ اگر جواب هیچ کدوم از این سوالات رو ندونن، یک چیز رو فهمیدن و اونم اینه که پارازیت اندازی روی شبکه‌های ماهواره‌ای بی نتیجه بوده. به همین دلیله که آخوند ضد دیش راه حل‌های جدیدی رو برای مقابله با خطری به اسم ماهواره توصیه میکنه. درسته ماهواره تو خونه هست، اما کسی زورت نمیکنه، مجبورت نمیکنه بیا اینو ببین، پشت به تلویزیون بشین. این که میشه خودش تازه میشه یه جور مبارزه منفی که بقیه هم متوجه بشن که این صحنه رو نباید دید. اینم خیلی قشنگ. من ز دست دیده و دل در بلا افتادم. هرچی بلا سر ما میاد مال این چشم است. حسرت، عصبانیت، اضطراب، دلنگرانی، دلشوره است. اون هفته گفتم متابولیسم رو به هم میزنه. نوشتن تو کتابا، یعنی قند و چربی رو اصلا سیستمش رو عوض میکنه. بعضیا میرن دریا و فلان اینا. خب انشالله که همیشه خوش بگذره و همه هموطنای ما خوب باشن، خوش باشن. ولی گاهی دریام که میری اونجا میری مناظر زشت، گاهی اونجا هم که میری نوارای ناجور. یعنی از سکوت میخوای پناه ببری به سکوت دریا و جنگل، ولی سر و صدای شهر رو با خودت برمی‌داری میبره اونجا هم توپ توپ دیستیس اوزاد به هم میریزه. توپ توپ دیستیس، توپ توپ دیستیس، توپ توپ دیستیس. حالا اگه یه آخوندی خودش اهل دوب دوب دیس دیس باشه ولی جونش در خطر قرار بگیره چیکار باید بکنه؟
تقیه البته فرقش با نفاق اینه که در نفاق انسان قلباً ایمان نداره، در زبان اظهار ایمان میکنه، اما در تقیه انسان قلباً ایمان داره، به خاطر اینکه جانش یا آبروش در خطره اشکال نداره که تو از این سپر استفاده کنی. اما اونجا بحث تقیه بود که به عنوان نگه داشتن سیاسی بود در حقیقت دیگه، در اون نرمش قهرمانانه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن. اینم یک متخصص حوزوی در امور صور ملکوتیه که میتونه صورت برزخی آدما رو بهشون نشون بده. بعضی از آدما زبانشون مثل سگ میمونه، بعضی وقتا فرمودن مثل حیوان درنده میمونه. من در کتب علمای اخلاق دیدم آدمایی که زبون گزنده دارن صورت ملکوتیشون مثل ماره، یعنی فرشته ها اینو به صورت مار میبینن، یعنی موقع مرگ صورت برزخیش به صورت مار برای خودش حتی جلوه گر میشه، خودش نمیدونه که چه صورت زشتی پیدا کرد. اگر یه آینه باشه و خدا روحش رو بهش نشون بده میفهمه که چه روح زشتی پیدا کرد. یکی از بیننده های این برنامه ظاهرا این آینه رو داشته و بلافاصله با گرفتن این آینه جلوی تلویزیون یه پیامک فرستاد که تو برنامه بخونن. از اونجایی که این مجری همه پیامک ها رو نمیخونه، ما براتون پیامک هایی که تو تصویر لو رفته ولی هیچ وقت خونده نشدن رو میخونیم. پیامک شماره 5 میگه: با سلام خدمت دستاندرکاران برنامه، متاسفانه قیافه مهمان برنامه مانند شیطان ترسناک و بد می باشد. بهتر است در انتخاب کارشناسان دقت بیشتری شود. در شرایطی که گرونی و بیکاری صبر مردم رو لبریز کرده، توی این برنامه 2 تا الکی خوش نشستن تا راضی شدن به همین وضعیت رو به بیننده تزریق کنن. ما از 90% مردم دنیا بهتر زندگی میکنیم، از 100%شون بیشتر قُر میزنیم. آره متأسفانه. حالا تو همین قُر زدنه یک موجی هم در سالهای اخیر توی ترانه هامون بوده، توی موسیقی نفرین کردن آره در و داغ. نه اصلا هر چی که آهنگ، اصلا صدا که باید ناله باشه، یعنی خواننده اگه ناله نکنه مثل که مجوز نمیگیره. مردم هم دوستش ندارن جدیدن، نمیدونم چرا. بعد ناله که میکنه هیچی، شعر هم ناله داره. آره یعنی زجه باید بزنی. آره بعد طرفدار داره. این هم یکی از این ترانه های زجه‌ای پرطرفدار توی تیوی ریش. باید که اسم تو رو با تموم جون و تن بگم، باید تو را صدا کنم، باید تو را تن بگم. برای من خودم یه سوال پیش اومده آقای کاظمی. آدم احساس میکنه مثلا اونایی که هیکلشون درشته خود صداشون بمتره، خب ولی در کارتون نه اینجوری نیست. یعنی من اول که شنیدم اون کار اولتون رو یه لحظه جا خوردم. حالا اتفاقا دوستان دیگه هم هستن که بعضیا میگن شما صداتون به هیکلتون و تیپتون نمیخواد. حالا هیکله رو جوری کردید با صدا رو؟ نه سعی کردم. معمولا تو هر عرصه شما میخواید چیزی رو فرم نگهدارید، رو اون بحث کار میکنید. اگه برامون مهمه واقعا میتونیم این کارو بکنیم. مثلا برای خود من فرض مهمه که اینجوری باشه، فیزیک آدم با صورتش بخوره، با صداش بخوره، یه هماهنگی و همخونی داشته. حتما انشاءالله. حتما توصیه‌تون حتما. نه خواهش کنم. در پایان یک فیلم کوتاه مستند می‌بینیم از تلاش یک آقا موشه برای رسوندن آذوقه به خانواده‌اش که متاسفانه مغزش به اختراع نردبون قد نمیده.